الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پاکیزگی نصف ایمان است و الحمدلله ترازوی نیکی ها را پر می کند و سبحان الله و الحمدلله فاصله میان آسمان ها و زمین را پر می کنند. نماز نور است و صدقه برهان و صبر روشنایی است و قرآن حجتی به نفع تو یا حجتی بر ضد توست. و همه مردم شب را در حالی به صبح می رسانند که درباره خویشتن داد و ستد می کنند، پس برخی خود را با انجام نیکی از عذاب رها می نمایند و عده‌ای خود را با انجام بدی به هلاکت می رسانند.